أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم. الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف گراماتیک زبان عربی 14 درس گرفتیم. حالا باشد درس 15 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس 15. موضوع درس 15 ما و شما معلوم فعل نفی است. موضوع درسمان معلوم فعل نفی. معلوم فعل نفی به مثل دیگر فعل هایی که فعل مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جهت خوندیم که 14 مثال دارد، معلوم فعل نفی همچنین 14 مثال دارد و این چیزهایی که شما حالا میبینید این فعل مضارع هست، این فعل نفی نیست، مضارع هست. پس این فعل های مضارع را ما و شما حالا فعل نفی میکنیم. معلوم فعل نفی میبینیم که چی کارش بکنیم این معلوم فعل نفی میگردد و معلوم فعل نفی میشود. اولا صاحب کتاب را نگاه میکنیم که درباره معلوم فعل نفی برای ما و شما چی میگوید. صاحب کتاب میگوید که معلوم فعل نفی، معلوم فعل نفی را نیز 14 مثال است. چطوره که شما حالا این را دیده ایستادید. 14 مثال است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. همگی 14 تا. لیکن حالا چیزی که شما دیده ایستادید این فعل مضارع هست. پس بیایید یک جا این فعل مضارع را معلوم فعل نفی میکنیم. چی کارش بکنیم که این معلوم فعل نفی میشود؟ ببینید در اول این فعل مضارع مثلا یضرب، یضربان، یضربون همون فعل مضارع هست که ما و شما پیشکین را گرفتگی بودیم. پس ما این را حالا فعل نفیش میکنیم. در اولش یک حرف لا میمونیم. ببینید حرف لا، لا این را نامش لای نافیه هست. این صیغه ها همه اشان فعل نفی هستند و نام این لای نافیه هست. پس این لای نافیه فعل مضارع را تغییر نمیتید. چیزی که هست به حال خودش می ایستد. درس گذشته، پیش از درس گذشته یادتان باشد ما و شما لام ماندیم، این را ساکن کردیم و نونها را حذف کردیم. اما این لا نه، یگان کار نمی کند. این لا در اول فعل مضارع می دروید، فعل مضارع به حال خودش می ایستد. ببینید لا، لا، لا را نامش گفتیم چی است؟ لای نافیه. لا را نامش لای نافیه. پس این طور ما فعل مضارع را فعل نفی میگردانیم. با یک لا در اولشون یک لا را میاریم میشود لا فعل نفی، فعل نفی. پس بیایید یک جا از صاحب کتاب میبینیم که برای ما و شما چی میگه. ببینید اکنون همه اینها معلوم فعل نفی شدند. بعد از لا را ماندن فعل نفی شدند. اکنون بیا یک بار دیگر صاحب کتاب را میبینیم که چی میگوید. میگوید معلوم فعل نفی را نیز 14 مثال است. چطوره که شما دیده ایستادید. 6 غایب را بود، 6 تا، و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. این تقسیمات بارها خوندگی هستیم. 3 مذکر و 3 مؤنث. آن 3 که مذکر را بود لا یضربو. ببینید نمیزند و مرد ترجمهش لا یضربو، ترجمهش
نمیزند و این مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعلی نفی. اکنون فهمیدید؟ لا یضربو نمیزند و این مرد در زمان آینده. لا را اگر گرفتیم یضربو میزند و این مرد در زمان آینده. اکنون ما میخوایم بگیم که نمیزند در آینده، میگیم که لا یضربو نمیزند و این مرد در زمان آینده. خب بعد از این مثنای غایب صاحب کتاب میگوید که لا یضربانی، لا یضربانی، ترجمهش نمیزنند ایشون دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل نفی. تثنیه این مثنا است. نمیزنند لا را بگیریم میشوند میزنند آنها دو کس. لای نافیه را که مونده میشوند نمیزنند آنها دو کس. جمعش میشود که لا یضربون، ترجمهش نمیزنند ایشان همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل نفی. ببینید صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل نفی. بعد از اون که مذکر رو خلاص کرد مؤنث رو شروع میکند، میگوید که اون سه که مؤنث رو بود لا تضربو، لا تضربو، ترجمهش نمیزند و زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل نفی. نمیزند و زن در زمان آینده یک مؤنث یک کس، مفرد مثنا باشد چی؟ تثنیه دو کس. لا تضربانی، ترجمهش نمیزنند ایشان دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل نفی. پس اگر دو زن باشد میگیم که لا تضربانی، نمیزنند و ایها دو زن. پس این مثنا برای غایب، یعنی که دو زنی که غایب باشد. اکنون جمع باشد چی؟ لا یضربن، لا یضربن، ترجمهش لا یضربن، نمیزنند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل نفی. نمیزنند و ایها همه زنها در زمان آینده. اکنون این 6 صیغه غایب، 3 مذکر و 3 مؤنث به پایان رسید. میگذاریم به مخاطب. صاحب کتاب میگوید که آن شش که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن 3 که مذکر را بود، اکنون شروع میکنند به تفصیل دادن مذکر. میگد مذکر مخاطب، میگد آن 3 که مذکر را بود لا تضربو. ببینید لا تضربو، ترجمهش نمیزنید تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل نفی. مخاطب در روبرومون باشد پس میگیم لا تضربو، یعنی در آینده تو نمیزنی ای مرد، در آینده تو نمیزنی. اگر دو کس باشد میگیم لا تضربانی، ترجمهش لا تضربانی، نمیزنید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل نفی. لا تضربانی، نمیزنید شما دو مرد. اکنون مردها بسیار باشد میگیم لا تضربون، لا تضربون، ترجمهش نمیزنید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل نفی. لا تضربین، نمیزنید شما همه مردا، از 2 کس زیاد، 3 کس، 5 کس، 100 کس باشد میگیم نمیزنید شما همه مردها در زمان آینده. اکنون 3 مذکر به پایان که رسید میگوید آن 3 که مؤنث را بود. صاحب کتاب میگوید آن 3 که مؤنث را بود یکمش همین است که لا تضربین، لا تضربین، ترجمهش نمیزنید تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل نفی. نمیزنید تو زن اگر یک کس باشد. لا تضربانی، 2 زن باشد میگیم که لا تضربانی، نمیزنید شما 2 زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل نفی.
اکنون دو زن، اگه زنها باشد در روپرومون میگیم لا تضربن، یعنی لا تضربن ترجمهش نمیزنید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل نفی. اکنون مخاطب هم همچنین به پایان رسید، مخاطب همچنین به پایان رسید. بعد از این میگذاریم به دو تا باقی مونده که صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی آن دو تا متکلم، یکمش لا اضربو، لا اضربو ترجمهش نمیزنم من مرد و یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم معلوم فعل نفی. اکنون بسیاری باشند، دو سه کس و گپ زننده ها زیاد باشند، متکلم مع الغیر باشد، میگوید که لا نضربو، لا نضربو ترجمهش نمیزنیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلم مع الغیر معلوم فعل نفی. پس این بود 14 صیغه معلوم فعل نفی. به همین معلوم فعل نفی به پایان رسید. اکنون نمیزند وی مرد، نمیزند شما دو، نمیزند شما مردها. اینها با تفصیل درباره‌شون گفتگی که هستیم، با همون خاطر دیگر درباره‌شون زیاد گپ نمیزنیم. همین قدر کفایه میکند که درس گذشته را اگر فعل مضارع را معلوم و مجهولش را خوب فهمیدگی که باشید، پس اینها را فقط اما یک نه در اولش خوش میکنی خلاص. در اونجاش یضربو میزنی تو مرد، در اینجا لا یضربو نمیزنی تو مرد، فقط همونطور گفته تا به آخره رفتن میگیره. فقط در اولش یک لا، این لا را لای نافیه میگن. این لای نافیه در فعل مضارع میدونه، چطوره که دیدید یگان تغییرات در آخرش نه آورد، چطوره که لم درس گذشته آورده بود تغییرات رو، اما لا نه آورد. این لایی که تغییر نیارد اون را میگن لای نافیه. با یک تا دیگر همینطور لا داریم، نامش لای ناهیه است. اون را انشاءالله بعداً درسای در پیش می اومدگی انشاءالله در خود همین کتاب میخونیم، پس میبینیم که چی تغییرات اون لا میارد، اما این لا نمیارد. لا یضربو نمیزند، نمیزنی تو، نمیزند وی مرد. خب اکنون این 14 تا را طریقه صرفش، یعنی که این 14 تا را اگر که ما میخواهیم یک جایه بگوییم تا اینکه در ذهنمون خوب بماند، پس به این طریق است: لا یضرب، لا یضربان، لا یضربون، لا تضرب، لا تضربان، لا یضربن، لا تضرب، لا تضربان، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربان، لا تضربن، لا اضرب، لا نضرب. این شد 14 صیغه. اکنون ما اگر که قتل یقتلو را بیاریم میگیم که لا یقتلو، پس تصریفش به این طریق است که لا یقتلو، لا یقتلان، لا یقتلون، لا تقتلو، لا تقتلان، لا یقتلن، لا تقتلو، لا تقتلان، لا تقتلون، لا تقتلین، لا تقتلان، لا تقتلن، لا اقتلو، لا نقتلو. به همین 14 صیغه لا یقتل همچنین خلاص شد. اکنون یک تا دیگر از رباعی مجرد یک فعل دیگر را میگیریم، دحرج یدحرجو. پس لا را در اولش بمانیم، میشود که لا یدحرجو. پس 14 صیغهش به این طریق است که لا یدحرجو، لا یدحرجان، لا یدحرجون، لا تدحرجو، لا تدحرجان، لا یدحرجن، لا تدحرجو، لا تدحرجان، لا تدحرجون، لا تدحرجین، لا تدحرجان، لا تدحرجن، لا ادحرجو، لا ندحرجو. همچنین آخرین باب از باب 15 هم که استخرج یستخرجو که هست، اون را میاریم، به همون درس امروزه همون را به پایان خواهیم رسانید. مثلا استخرج یستخرجو، در اولش لا را میمونیم، میشود که لا یستخرجو، یعنی طلب برآمدن نمی کند. پیشتر کلمه آوردیم لا یدحرجو، یعنی که جر نمی کند. پیشتر از اون آوردیم لا یقتلو، یعنی نمی کشد. اکنون لا یستخرجو، این را طریقه صرفش به این طریق است که لا یستخرجو، لا یستخرجان، لا یستخرجون، لا تستخرجو، لا تستخرجان، لا یستخرجن، لا تستخرجو، لا تستخرجان، لا تستخرجون، لا تستخرجین، لا تستخرجان، لا تستخرجن، لا استخرجو، لا نستخرجو. همین طریق بسیار میگوید
تا اینکه در ذهنتون خوب بماند. پس با همین درس 15 ما و شما معلوم فعل نفی به آخر رسید. درس آینده درس 16 مجهول فعل نفی را خواهیم گرفت. پس میبینیم که اینجا باز چی تغییرات وارد می شود. درس آینده انشاءالله در این باب صحبت خواهیم کرد و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.